бежан ададе ро ба хотир гирифт, агар ба ин адад 7-ро ҷамъ кунад ва сипас суммаи ҳосилшударо ба 3 зарб кунад ва аз ҳосил зарб адади 47-ро тарк кунад, боз ҳамон адад ҳосил мешавад. Бежан кадом ададро ба хотир гирифт? Яъне ин модулеро ба ҷумла гардонидан ва мехоҳам ки мо онро ёбем. چه کار میکنیم؟ بیاین با چی سر میکنیم؟ البته که با x سر میکنیم. عدد رو ما نمیدونیم. برای ما در متماتیک چون کنیم x نشون میدیم. و بعد چی میخواد؟ این عدد رو با 7 جمع کرد. بیاین یک به یک نویسم. عدد رو با 7 جمع کرد، یعنی با ما عدد 7 رو جمع میکنیم. پس سوم رو با 3 ضرب کرد. بیاین دیگر رنگ گیرم. سومش رو در اینجا با 3 ضرب کرد، یعنی سوم حاصل شده رو ما باید با 3 ضرب کنیم. و این اشارات رو استفاده بردم برای فهم شدن. همچون نقطه گیریم ضرب 3. بعد چیکار میکند؟ با حاصل ضرب از حاصل ضرب 47 رو تحت میکند، مینوس 47 میکنیم. بعد باز یعنی در آخر باز همون عدد میبراید دیگه برابر x میشود. یعنی چقدر که میبینید مدل پیدا شد. بیجان یک عدد رو به خاطر گرفت، جمع کرد، ضرب کرد، ترک کرد، با همون عدد برآمد. بیاین نکن چه کار میکنیم؟ اول البته قوس رو میکشیم، 3 رو به x و به 7 ضرب میکنیم. چی میشود؟ 3x جمع 21 مینوسی 47 برابری x می شود. بیاین اول این رو با ساده تر کنیم. 3x اینجا چند می شود؟ مینوسی 26 برابری x می شود. و بعد این مدل رو چکار میکنیم؟ این مینوس که هست بیاین x رو به طرف چپ، رقم رو عدد رو به طرف راست گیریم. این بعد 3x مینوسی x برابری 26 می شود. از اینجا 3x مینوس x برابری 2x می شود برابری 26. و از اینجا در آخر نتیجه هر دو طرف رو به دو تقسیم میکنیم، x برابری 13 می شود. یعنی بیجان در اول عددی 13 رو به خاطر گرفت. بیاین خیلی سنجیم. 13 با رنگی سرخ سنجیم. 13 رو با 7 جمع میکنیم. چند می شود؟ 13 جمع 7 یکم کاری کردگیش 20 می شود. بعد این رو میگیرد با 3 ضرب میکند. 3 ضرب کنیم 20 رو با 3 ضرب کنیم، این برابر 60 میشود. و از جواب 60 47 رو طرح میکنیم و در آخر میبینیم که با 13 برآمد. یعنی در اول و در آخر همون عدد برآمد.